سلام بچه ها، آناندا هستم و میخوام یه کانال یوتیوبی برای خودم راه بندازم در زمینه ترید و در زمینه خودشناسی، چون میدونیم که ترید در کنار خودشناسیه که جواب میده. البته از نظر من هنوز به موفقیت دست پیدا نکردم، ولی خب همچین چیزی رو حس میکنم، چون مثلا یک کم امتحان کردم دیدم باید به اون خودشناسی هم در کنارش برسی، به تنهایی جواب نمیده. و من قبلا یه چیزایی در مورد خودشناسی و آگاهی و اینا رفتم جلو و الانم یه چیزایی در مورد ترید رفتم جلو، هر دوتاشو دارم و این کانال در این زمین است که هم آموزش های ترید و همین که سیگنال ها، همین که نحوه استفاده، من از این سیگنال چقدر سود کردم، چقدر ضرر کردم، چه احساساتی داشتم، چقدر برای خودشناسی خودم وقت میذارم، چه چیزایی به شما کمک میکنه تا بیشتر خودتون رو بشناسین توی این زمینه. همه اینا رو میخوام به اشتراک بذارم با شما و به شما کمک کنه و تمام کسایی که ازشون آموزش دیدم، همه موقعیت هایی که به نظر خودم خوبه، درسته، ازش استفاده کنین. نه اینکه بخوام مثلا بگم آره بریم این از و اینا رو بخریم. آموزش، مثلا این آموزش فلانی رو ببینیم به نظر من خوبه، رایگانه، میتونیم بریم استفاده کنیم. چیزایی که رایگانه میتونیم به صورت رایگان ازش استفاده کنیم و شما اون استفاده رو ببرین. متوجهین؟ اون چیزی که برای شما خوبه رو از اون بگیرین و برین. از این مرحله هی بعد به مرحله بعدی بریم. و من اینجام که از نظر خودم بگم مثلا این آدم آموزشش خوبه، مثلا بریم ببینین، من این حرکت رو زدم و شما ببینین که من که یه آدم ساده در یک قشر معمولی هستم به چه مرحله‌ای میرسم، مثلا موفق میشن تو زمینه ترید یا نه. این همش رویا فروشیه، چون من اونقدر خانواده پولدار یا خودم پولدار نیستم که بخوام مثلا یه چیزی الکی به نمایش بذارم. الان خونه مادرم دارم زندگی میکنم، شرایطم سخته، دارم جدا میشم، با یه بچه کوچیک 2 ساله، دختر دارم و خرج و فلان این داستانا و هزار تا مشکل دیگه و اصلا موقعیتشو ندارم که بخوام اینجا نمایش بازی کنم. برای کی؟ برای خودم که اینجا دارم خودم رو میبینم و میخوام نشون بدم که آیا میشه مثلا یه شخص که متوسطه یواش یواش یواش، من نمیخوام یهویی هم مثلا من پولدار شدم فلان، یواش یواش همون پله پله مثلا بیام اینجا هی بگم آره امروز $2، امروز $3. این معامله رو نگاه کنیم، من باز کردم $4، $5، اینقدر پول گذاشتم، اینجوری بوده، من اینقدر پول دارم، از این صحبت ها و ببین به کجا میرسم، یا موفق میشم یا موفق نمیشم. و توی این زمینه ترید یه چیز دیگه هم هست که من دوست دارم توی این کانال، اینه که در مورد خودشناسی، آگاهی، چیزایی که در مورد به خودم کمک کرده و معرفی کنم که به شما هم کمک کنه، شما هم متوجه بشین چه چیزایی به من کمک کرد، واقعا نجات دهنده باشه. چون این زمینه رو من خیلی بیشتر دوست دارم خودم شخصا، ولی خب میدونی به تنهایی آگاهی و بیداری کافی نیست. شما باید این ضعف ها رو همه رو با هم پر کنین. یعنی شما باید هم زمینه مالیتون رو ارتقا بدین، هم زمینه رشد روحی، روانی، عرفانی، آگاهیتون رو ارتقا بدین. این که فقط بچسبین به این آگاهی نمیشه، یا فقط بچسبین به این پول نمیشه. شما هر دوتاشو با هم هندل کنین. ما چند تا ضعف داریم اینجا که باید هر روز یه سکه توی همشون بندازیم. حالا تو همشون نتونستیم بندازیم، توی بیشترش بندازیم. همه ضعفامون رو نکنیم تو پول، همه پولامون رو نکنیم توی یک دونه کاسه، بگیم من فقط میخوام بچسبم به آگاهی، من میخوام فقط بچسبم به ترید، به پول در آوردن، به گول زدن مردم، گول بابای همه دنیا فلان. ما هر دوتاشو باید بریم جلو. مثلا کسایی هستن که میان در مورد آگاهی اینا صحبت میکنن و من خودم شخصا دنبالشون میکنم، خب ولی میدونم به تنهایی جواب نمیده. جواب بده هم یک جایی میخوری زمین، میشکنت، سخته، عذاب آوره.
و راهش اینه که هر دوتاشو با هم ببری جلو. و به نظر من فعلا ترید یک مسیریه که میشه، امیدوارم بشه، یعنی انشالله که میشه. من نمیدونم واقعا میشه یا نه، خب ولی برای من فعلا موجام چسبید به هم، ولی برای من فعلا همین راه، همین مسیر هست، مسیر دیگه ای ندارم فعلا، تا بعد ببینیم به چه مسیری میرسیم. ولی احساس میکنم این مسیرش هست. حالا این مسیرم دارم به اشتراک میذارم که شما هم ببینین و استفاده کنین. به نظر من مشخص کاملا مسیر پیج، مسیر کانال که در چه زمینه هایی هست. ویدیوی بعدی در مورد این که چه آموزش هایی دیدم، الان میخوایم از چه سطحی شروع کنم، من چقدر ترید بلدم، همه اینا صحبت میکنیم، کم کم عملیش میکنیم. به شما هم میگم آره برین مثلا استفاده کنین، این آموزش های رایگان هست، میتونین اول برین اونا رو نگاه کنین و بعد یوتیوب منم داشته باشین که مثلا ببینین من با این آموزش ها، با این سیگنال مثلا چه جوری دارم پیشرفت میکنم، براتون خوبه شما هم انجام بدین. متوجه این؟ من چون اینجا میخوام هر چیزی که هست رو نمایش بذارم و اگر قرار باشه پیشرفت کنم از همین چیزی که هستم نشون بدم تا به بالا، نه یا مثلا تمام تلاشمو بکنم یهویی بگم حالا من پولدار شدم بیاین ترید کنین. نه، من میخوام نشون بدم میشه یا نمیشه و اینجام که همه اینو به اشتراک بذارم، همه اینو به شما نشون بدم. سود کردم نشون بدم، ضرر کردم نشون بدم، همه رو به صورت مثلا چجوری میگم، به صورت یه آرشیو داشته باشین، خودم و بقیه هم ببینن من این مسیر رو رفتم مثلا نشده به هر دلیلی و اون دلیلش رو پیدا کنیم با هم دیگه، بریم جلو، ببینیم چه کارهایی میتونیم بکنیم، هر دوتاش رو ببریم جلو و اگر برای من جواب بده شما هم انجام بدین، شما هم برین جلو، هم مسیر آگاهیتون رو رشد بدین، هم مسیر مالیتون رو رشد بدین، هر دوتا رو با هم رشد بدین، چرا که نه. حتی اگر پول دارین هم، اگر مثلا ترید برای من جواب بده برای شما هم جواب میده و شرایط مالی بهتری با شرایط راحت تری براتون مهیا میشه. نهایتش اینه. یا مثلا ترید رو نمیخواین، از اون رشد و آگاهی که من کنار ترید بهش میخوام برسم استفاده میکنین. و در نهایت این کانال بیشتر برای خودم هستش، برای اینکه خودم رو به چالش بکشم، خودم رو بیشتر بشناسم، بیام با خودم روبرو بشم و بیشتر به خودشناسی برسم، ببینم من چه آدمی هستم، چقدر حاضرم تلاش کنم و اینا رو آرشیو داشته باشم توی یوتیوب. حتی اگر هیچ کس نبینه، برای هیچ کس مفید نباشه، اعتقادم بر اینه که دخترم در آینده، چون اسم میکنم مثلا گوشی من، اگه من مثلا همین فردا بمیرم، گوشی من اصلا معلوم نیست دست کی بیفته چی بشه، ولی اینو مطمئنم که یک کانال یوتیوبی هست که دختر من میتونه هر لحظه بهش دسترسی داشته باشه، منو ببینه و ببینه چه شخصیتی داشتم، مادرش چه شخصیتی داشته. من از این زمینه اینترنت استفاده میکنم و تمام جزئیات خودم و تمام تلاش‌های خودم رو در اونجا میخوام ذخیره کنم و اگر این ذخیره کردن من به کس دیگه هم کمک کرد، تونست باعث بشه یک کس دیگه هم انگیزه بگیره، تونست ارتباط بگیره، خب چه بهتر. من دنبال میکنه از من نکات مفیدی که شاید تو زندگیش به درد بخوره، خیلی هاشم به درد نخوره، خودش همینجوری اوکی استفاده کنه، خب برای من چه بهتر. اگرم نه که بازم هدف من در آخر همینه که چیزهایی بگم که اگر زنده نبودم به درد دختر خودم بخوره و راه ارتباطی بین من و اون باشه. هدف من اینه و اون هدفش هم یکی دیگه هم برای خودمه که در آینده ببینم که مثلا فردا که مثلا کم پیشرفت کردم، یهویی ناامید شدم، بیام ویدیو خودم رو ببینم،
بیام اولین ویدیوی خودم ببینم که از کجا شروع کردم، تو چه شرایط سختی بودم و اینو میدونم که الانی که دارم شروع میکنم اصلا شرایطم راحت نیست، اصلا پروسه جدایی هست، خونه مادرم دارم زندگی میکنم هست و جزئیات خیلی بیشتر، پولی ندارم، کار نمیکنم، بچم 2 ساله است، نیروانا 2 ساله است و دارم دست و پا میزنم، واقعا میخوام به خودشناسی هم این وسط برسم. شونام زنگی چقدر گفتم، ولی میدونم شرایط خوبی نیست و اگر یه روزی در آینده شرایطم بهتر بود بیام و این ویدیو رو ببین کجا بودی، میدونی الان این ویدیو رو ببینی کجا بودی و هر روزم رو سعی کنم که بهتر از دیروزم باشم. و تمام صحبتم رو کردم، یه ویدیو دیگه میگیرم در مورد خودم بیشتر بدونید، در مورد شخصیتم و یه ویدیوی دیگه هم میگیرم در مورد این که چه آموزش هایی دیدم، حالا میخوام بیام ارائه بدم، به شما هم کمک میکنه. خیلی دوستتون دارم و امیدوارم که موفق باشید، درونتون پر از عشق، محبت و ایمان و خدا رو ببینید. فعلا خدا نگهدار.